خدا میدونه بدنم میلرزه و میگم، یعنی میترسم و میگم. اتفاقاتی قبل از ظهور میفته واقعا آقا جون، هم شب جمعه است، هم تو کربلا، هم محضر امام حسین صلوات الله علیه روح الفدا. که از کتب غیبت بسیار عالی ما این کتاب شریفه، کتاب غیبت. امام سلام الله علیه که ظاهر میشود، العیاذ بالله نستجیر بالله، خدا میدونه بدنم میلرزه و میگم، یعنی میترسم و میگم. فرمودن اذا ظهر امام که ظاهر میشود لعنه و اهل المشرق و المغرب. ظهور حضرتی در عالم منتشر میشه، مشرق و مغرب لعنش میکنه. پناه بر خدا. عرض کردم آدرس داره، کتاب موجوده. همه که به نحوی هم تو فهم منتظر مهدی بودن. همه هم که از، یعنی تا به تنگ نیان نمیشه. بله. به تنگ میاد از فساد، به تنگ میاد از فحشا، از ظلم و جور. حالا که منجی آمده لعن و اهل المشرق و المغرب، راوی جا میخوره میگه یا الله، تقلی به مضمون، چیزی خلاف نسبت ندارم، استغفر الله. جا میخوره میگه الیس، مگه اینجور نیست که عدل آقا تمام خونه ها میره، به همه افراد میرسه، چرا لعنش میکنن؟ فرمودن لما یصیب الناس ممن انتسب الیه، چون قبل از ظهور یه افرادی به عنوان انتساب به حضرت اونقدر به مردم بدی میکنن که خلق الله میگن یا الله، تازه خودش نماینده‌هاش که این کارا رو میکردن، خودش کار میخواد. ما یکیش نباشیم. الله هر کسی به نوبه خودش. من اینجا یه پرانتز باز کنم، فوری میبندم. عزیزان من، اگر آخوندی مثل من خطای مرتکب شد، این بار شخص من است. پای حضرت ننویسیم که باعث شود مردم از حضرت، از رسول خدا، از دین توحیدی الهی آسمانی حق، العیاذ بالله، مراقب باشید. از هم جدا کنید، تفکیک کنید. یک کسی مثل من اگر تقوایی نداشت، ایمان نداشت، عمل صالح نداشت، ظلمی بی عدالت صادر شد، اینا به پای حجت خدا نگذارید.